به نام خداوند بخشنده و مهربان. سوال 16 چنین بود: پیامبرمان صلی الله علیه و سلم چند فرزند داشتند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همگی 7 فرزند داشتند، 3 پسر و 4 دختر، و همه فرزندانشان از خدیجه بنت خویلد خداوند از او راضی باد بودند، مگر ابراهیم از مریم قبطی خداوند از او راضی باد بود. فرزند اولین پیامبرمان صلی الله علیه و سلم القاسم نام داشت و به همین سبب پیامبر را ابوالقاسم یعنی پدر قاسم می نامیدند. و بعد از او دختران بودند: زینب، رقیه، کلثوم، فاطمه، و بعد از فاطمه عبدالله. خداوند از همه آنها راضی باد. و فرزند آخرینشان ابراهیم نام داشت، چنانه که در بالا ذکر کردیم مادرش مریم قبطی بود. خداوند از آنها راضی باد. ابراهیم در مدینه منوره به دنیا آمد. همه پسران پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در ایام طفلی وفات کردند و دخترانشان به شوهر برآمدند و بعد از بعثت پیامبر آنها اسلام قبول کردند و همه اشان وفات کردند در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بغیر از فاطمه خداوند از او راضی باد. بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 ماه گذشت، او هم وفات کرد. خداوند از همه آنها راضی باد. شوهر زینب ابو العاص بود که او در اول اسلام را قبول نکرد و بعدتر اسلام را قبول کرد و با زینب زندگی خود را دوام دادند. خداوند از آنها راضی باد. شوهر رقیه عتبه و شوهر کلثوم عتیبه پسران ابولهب بودند که ازدواج آنها پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار گشته بود و بعد از بعثت ابولهب عمک پیامبر و دشمن اشدی پیامبر صلی الله علیه و سلم پسران خود را امر کرد تا زنهای خود را طلاق بدهند و پسران سخن پدر را گوش کرده دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم را طلاق دادند. و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم رقیه را به عثمان ابن عفان خداوند از او راضی باد به زنی دادند و بعد از مرگ رقیه خداوند از او راضی باد. پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر دیگری خود را کلثوم را به عثمان ابن عفان خداوند از او راضی باد به زنی دادند. از این رو عثمان ابن عفان را ذی‌النورین یعنی صاحب 2 نور می گفتند. و شوهر فاطمه خداوند از او راضی باد این علی ابن ابو طالب خداوند از او راضی باد می باشد که نکاح آنها بعد از هجرت در مدینه منوره برگزار گشت. برادر و خواهر عزیزم، ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات 3 پسر خود را در ایام خردسالی با چشم خود دیدند و وفات 3 دختر خود را هم دیدند و وقتی که پسر خود ابراهیم را دفن می کردند از چشمهای مبارک اشک جاری می شد و اصحاب پرسیدند: یا رسول خدا، ما را گریه کردن منع کردی و خود گریه میکنی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من فریاد زدم، داد و فغان کردن را منع کردم، ولیکن اشک چشم این از رحمت خدا است. و گفتند: چشم اشک میکند و دل حمد خدا را میگوید. افسوس که امروز بعضی از مسلمان ها بعد از وفات اقربانشان گریه و ناله و فغان و داد و فریاد و رویکنی و مویکنی میکنند که این از سنت نیست.
اگر شما آنها را دوست بدارید باید این کار را نکنید، چنانه که در حدیث آمده است مرده عذاب کرده می شود با داد و فغان و فریاد اهلش. پس اگر آنها را دوست بدارید از این کار دست بکشید و خود شما می دانید که حالت آنها خیلی وزنین است. آنها در حالت سوال و جواب قرار دارند و گریه و ناله و فغان شما عذاب آنها را دوچند می کند. اگر خیرخواهی آنها باشید پس تلاوت قرآن کرده ثوابش را به آنها ببخشید. در حقشان دعای نیک کنید. این گریه و فغان شما هیچ فایده نمی آرد، نه به آنها و نه بر شما. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از وفات فرزندانشان نه 3 بیگه و نه 7 و نه 40 این کارها را انجام نداده بودند و افسوس که امروز در بین مسلمان ها چی بای باشند و چی کم بغل این کارها دیده می شود که این خلاف سنت است. البته دادن طعام این ثواب است به شرطی که انسان به این قدرت داشته باشد و طعام به محتاجان و کم بغلان داده شود. و چنانه که خودی ما شاهد هستیم اکثر مردم امروز قرض میگیرند برای دادن طعام و این طعام به بایها و به شخصان میدهند که اصلا آنها به این محتاج نیستند. این خلاف سنت است. از این درس ها ما باید عبرت گرفته و در حیات خود عمل کنیم. این بود معلومات مختصری درباره فرزندان پیامبرمان صلی الله علیه و سلم.